سلام. موشکاف اول هفته رو با یه خنده اساسی به ریش فلفل نمکی شیخ فری شروع میکنیم که اومد به مناسبت اول مه برای بچه مدرسه‌ای ها سخنرانی کنه، اما نه تنها کل ملق زد بلکه یه سوژه خوبم برای موشکاف دست و پا کرد. امسال پرسش مهری که من از شما دانش آموزان عزیز دارم و مثل سالهای پیش که به این پرسش به خوبی پاسخ دادید، میخوام به پرسش امسال هم پاسخ بدید. پرسش اینه: شما دانش آموزان عزیزی که سرمایه اصلی کشور ما هستید، به نظر شما بعد از انجام توافق هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ دنیا چه فرصت‌های تازه‌ای پیش روی ما گشوده شده؟ فرصت‌های جدید چیه؟ از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری و دانش، از لحاظ محیط کار، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ روابط ما با همسایگان، از لحاظ روابط ما با دنیا، شرایط بهتری که باید در زندگی داشته باشیم، حل مشکلات ما، مشکلات محیط زیست ما، مشکلات آب ما، مشکلات خاک ما، مشکلات اشتغال جامعه ما، جوانهای ما. به هر حال ما فکر میکنیم بعد از پایان تحریم و ماه‌های آینده فرصت پیش روی ما چی هست و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت استفاده کنیم. خب یه باره بگو بچه ها لیست جام ضربه بعدی رو برات بنویسن، خلاصمون کن دیگه. خب میخوای ملت بهت بخندن؟ جوک تعریف کن، چرا پرسش مهر مطرح میکنی؟ ببین این برجام زهرماری چه بلایی سرتون نظامتو برده که تموم فکر و ذکرتون شده دوران پسا زهرخوری و جنگ و دعوای باندی. حتی با CBS هم که میری مصاحبه میکنی همینو میگی. روحانی گفت اگر کشوری میخواست به بمب اتم برسد، این توافق بسیار بدی برای آن محسوب میشد، زیرا محدودیت هایی برای رسیدن به بمب اتمی اعمال میکند. این دیگه مشت نبود یا سالتو بود. داره با زبون بی زبونی میگه اونایی که با توافق مخالفت میکنن دنبال بمب هسته‌ای هستن. یعنی دیگه شمشیر رو از رو بسته و میخواد دمدمای سفر به نیویورک حسابی دل اون برابیا رو به دست بیاره و واسه دلواپس‌ها شاخشونه بکشه. کوسم پشتشو داره و کماکان تو کار عوض کردن دکوراسیون صورت عظماست. رانندگان دیروز جنگ که هم اسیر شدن، هم جانبازن و هم شهید دادن، گلایه میکنن که یک اقلیت تندرو و مدعیان پرهیاهوی امروز خود را میراث‌بر میدونن و از مردم طلبکاری دارند و وقتی در ماهیت آنها دقیق میشیم حتی بوی باروت جنگ هم به مشامشون نرسیده. 2-3 ماه بعد از قبول قطعنامه امام به بنده فرمودند اگر جام زر آن روز برایم تلخ بود امروز شیرین است. به پا نخوری زمین. از کرامات شیخ ما این بود زهر را خورد و گفت شیرین بود. یعنی داره میگه علی گدا تو هم زهر رو کوفت کن تا جماعت جام زهری شیرین کام بشن. اما کوسه بخت برگشته خبر نداره که نه این ولی فقیه اون ولی فقیه و نه این جام زهر اون یکیه. روزگار خیلی عوض شده. واضحه که علی گدا با این حرفای کوسه و دنبش حاضر به خوردن زهرهای بعدی نیست. این مشت و لگدای جماعت کوسه هم نهایه کار رو بیختارتر میکنه و نظام آشولاشتر. بله اینجوری هست تا یه شب دیگه زد زیاد.